دادستانی کل تاجیکستان اعلام کرد 13 عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی را با اتهام همدستی با گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده دستگیر کرده است. دادستانی با نشر یک بیانیه رسمی گفت همه این 13 نفر که به قول دادستانی نیت فرار از تاجیکستان و قصد پنهان شوی داشتند، ضمن عملیات در شهر دوشنبه و دیگر گوشه‌ها دستگیر شدند. این زمان دادستانی محیدین کبیری رئیس حزب نهضت را به آن متهم کرد که به آشوب حاجی حلیم و همراهانش دست دارد و این گروه به گفته دادستانی با هدایت و دستور محیدین کبیری عمل کرده است. ولی محیدین کبیری در مصاحبه کتبی با رادیو آزادی اتهامات دادستانی کل را رد کرد. من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای آنکه مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند، با آنها لازم بود تا ما را با آشوبی که ما با آن یگان رابطه نداریم بپیوندند. خود محیدین کبیری چند ماه باز است در خارجه به سر میبرد و پیشتر به رادیو آزادی گفت که عزم برگشتن به تاجیکستان ندارد. مقامات کشور فعالیت حزب نهضت را آخر ماه اوگوست عملا غیر قانونی اعلان کردند و صحبت امروزه درباره بازداشت اعضای حزب نهضت است با همکارم شهلای گلخواجه در دوشنبه. شهلا، این اعضای بلندپایه حزب نهضت را چگونه دستگیر کردند؟ بله طاهر، در دوام یک شبانه روز اخیر مقامات تاجیکستان 13 عضو فعال با شمول 3 رهبر عمده حزب نهضت اسلامی از جمله سید عمر حسینی، محمد علی حید و واحدخان قاصدینوف را بازداشت کردند. همچنین ظرف‌الله رحمانی، یک عضو ریاست حزب که به حیث وکیل دفاع نیز کار میکرد، بازداشت شده است. شب 16 به 17 سپتامبر در اسفاره در منزل زیست خود واحدخان قاصدینوف، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، همراه با پسرش فروخ قاصدینوف بازداشت شده است و سید عمر حسینی را در داخل هواپیمای دوشنبه الماتو دستگیر کردند. رحمت الله رجب عضو ریاست هم بازداشت شده است. یکی از فرزندان رحمت الله رجب به رادیو آزادی گفت که 7 نفر به منزل پدرش در دوشنبه آمده حجره ها را تگرو کردند و پدرش را با 10-15 کتاب دینی با خود بردند. حکمت الله سیفالله زاده سخنگوی اصلی حزب هم در خانه‌اش دستگیر شده است. دادستانی صبح 16 سپتامبر گفت که در مجموع 13 عضو حزب نهضت را در رابطه با آشوب مسلحانه عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع، دستگیر کردند. دادستانی میگوید که همه این افراد در این آشوب ها دست داشتند و میخواستند که پنهان شوند، ولی اعضای حزب نهضت این ایده ها را رد میکنند. و شهلا، راجع به واکنش ها به بازداشت 13 عضو حزب نهضت میگفتی؟ خب طاهر، در واکنش به این بازداشت اسماعیل طالبکوف، معاون رهبر حزب کمونیست تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت که هر یک حزب سیاسی در تاجیکستان باید در دایره قانون‌های کشور فعالیت کند و به گفته او در مورد بازداشت فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چیزی گفته نمیتواند، زیرا با آنها ارتباطی ندارد و اما افزود که مقامات صلاحیت‌دار در این مورد بهتر میدونند. ولی اسماعیل طالبکوف از جمله افزود همین قدر گفته میتواند که برای رعایت نکردن قانونگذاری در تاجیکستان به یگان حزب و حرکت هیچ صلاحیت داده نمی شود و یگان حزب برای ویران کردن صلح و ثبات و امنیت در کشور حق ندارد. مهدی صابر، تحلیلگر امنیتی تاجیکستان، بر این است که پرسجوی نهضتی ها به عملیات در دره رامید بستگی دارد، زیرا به گفته او هم حاجی حلیم و هم جنیدالله عمرف یک شریک اساسی او فرمانده مخالفان سابق و در گذشته نهضتی بودند. این تحلیلگر همچنین گفت که فعالیت حزبی از فعالیت جنایی فرق دارد و اگر معلوم گردد که کدام از فعالان حزب در حادثه های اخیر دست ندارند، آزاد می شوند و آنهایی که مقصرند حتما جواب خواهند گفت. تشکر همکارم شهلای گلخواجه از دوشنبه صحبت می کرد.